من با وجود این که فقط 7 سال تو این دنیا ولی اصلا از شهادت نمیترسم، به خاطر اینکه خدا خودش ما رو آفریده، حالا میخواد ما رو از خودش ما رو آورده به این دنیا، حالا میخواد برگردونم به اون دنیا. بالاخره همه یه روز میمیرن، چه بهتر از این که با شهادت باشه مرگت؟ چه سعادتی بالاتر از این که مرگی که همه میمیرن با شهادت باشه؟ ترامپ از چی میترسونه مردم؟ از چی میترسونه مردم؟ ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، ما برای شهادت با همدیگه مسابقه میدیم. ترامپ ما رو از چی میترسونه؟ اسرائیل سگ هار آمریکاست. بیاین همگی با هم بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس.